چشمات چقدر قویان. اگه بتونی هر 5 تا مرحله رو با موفقیت بگذرونی، قدرت بیناییت فوق‌العاده است. از آسون شروع میکنیم و مشخصه که شماره 7 متفاوته، هممون دیگه اینو متوجه میشیم مگر اینکه خیلی داغون باشیم. ولی خب کل بازی به این آسونیا نیست، قراره که سخت‌تر بشه. رفتیم تو حالت معمولی که معلومه آقا شماره 6 روشن‌تر دیگه، داریم میبینیم که بله درسته. به نظر یه ذره اینجا سخت‌تر میشه و باید بیشتر دقت کنی. میگه عمیق‌تر نگاه کن. دیالوگ شیرشاه بود. 63% از مردم این مرحله رو اشتباه گفتن. فکر کنم اونی باید باشه که دارک‌تره دیگه، شماره 4. یس! اگه تا اینجا همه رو درست گفتی، دکمه لایکو به عمو بده. میریم سراغ مرحله چشمان عقاب. اگه اینو بگی یعنی چشات از حالت عادی بهتره، یعنی بالاخره توی چیزی از عموم مردم بهتری باورم نمیشه. بریم ببینیم بهتری بیارم. اینم من میخوام ریسک کنم. شماره 4. یس! این مرحله رو دیگه امکان نداره متوجه بشی. ولی خب توی کامنت های راهنمایی کردم، فقط اونایی که ریاضیشون خوبه اون راهنمایی رو میتونن متوجه بشن. ولی قبل از اینکه کامنت ها رو ببینی بگو که به نظرت کدومه.